بگو سوزی چی؟ یه جای کار گفتگن با همون کارو همون بینم یک کار گفتگن همون رو بینم دودر جون تو هم گشتن کی بس میکنی؟ خیلی برای دو برای اون روزو بچه من دمیرم اگر تا یکی دودر تایمه قرض رای اون روز دیگه او بچه اشورالی من زنگ زده یکی میگه که دودر تایمه قرض من تو در جون تلفنون تا نمیبرداری ها بچه بس کنی خیلی فکر زندگی تا که فکری کار برد تا که ای گشتن چی فایده داده؟ کم کار برماده ایسم پولش نمیتیم بیودن نگردگی بله یک گوش که من لیبا همی یک دست مادر بکنی این ایرته میگردانم خیر اما من تیز برام که بیودن اگر تیز بیو بله سلام بچه جون سلام سلامتیاتون خوبه؟ خوبم ناراحت میتوی بچه جون؟ نه خوبم امروز دیر اومدی اوه خیلی کار دنیا کار ما بسیارتره بچه جون دوادم زندگی شما خوبه؟ خوبم فاطمه در کجاست بچه جون؟ در خانهش ما خیلی بچه جون من لباسم رو عوض کنم با چی گپ شید؟ دختر جان خوش آمدی سلامتیات خوبه؟ همه ساز نخت شما چی خیل؟ خوبم همه تینج همه خوب شکر فاطمه به فکرم نمیشنود کنی رفته بینم چای گرمم تیار بده اوچه؟ با فکرم که جوگای کلین تو ننیختون جمع میکنن ها؟ این نه دخترم فاطمه دختری نغزه مادرش کتی گپ زده استوده بود بیچاره مادرش هم مزش چند وقت باز مزش نشده خاله جان بچه هم سلام گفتن سلامت باشن خوب هستن؟ سلامتیشون بهتر شد؟ تو یک ساعت با اوچه چی گپ میزدی؟ با فکرم که غیبت ما رو داشتی ها؟ اوچه این کلین تو نکو ارکا کرده پرتافتگی اگر که بجای ما حاضر یکان مهمان میشد چی میشد؟ کلین با تلفن وق کرده شیندو خشتامن رفته چای دم کنه اوچه اگر که حادثه در ما میشد کو خشتامن ما چی کار میکرد میدونه؟ با فکرم که در یک روز 20 مرتبه به خانه شونه زنگ زده گپ چپی خانه را
نه رزونده و نه چکانده برده میرسونه. نه خاله جان. او این چی کاری کردگید بودن؟ دیگر چی کار میکردم؟ اگر به گپهای خواهرتون جواب میگفتم گپ بسیار میشد. برای همین گپ نزدم دیگر. یک بار گپ زدم گفت تو زبان درازی به همه علامون. حتی اوچتون با من یک ماه باز قهر میگردد. برای همین قدر گپ خواهر من خر کرده بار اومده رفت. اوچه دیدن که این تعریفیتونه ما در اینجا شتا گپ زده استیم زنککش گرفته بر اومده رفت. آرام شو. آرام شو. گی چایت خنک میشه. گی. یک چای دم کنی بود است. هیچ گپ نداره. فاطمه دختری خوبه. مثل ینگه دیگری نیسته. همه وقت در برمه. یک تشه ایرکا کرده پرت افتین. دیدن که در او خیر چکورتون کرده. اینش هم رنگی همون کلونیش. باش پاچش گرفته ای دیگریش ماند. ای با فکر جدا شده نداره. بگذار جدا شوند. مهمش زندگی خوب داشته باشن. هر وقت همین آدم بیایه یک گپ میشوه. تازه‌شان نچکنه نمیروه. خدا حاضر یک ساعت دیگر در گوشای خالم میخونه و میخونه. خالای بیچارم با یک ماه دیگر قطعی من قهری میگرده. خودش 100 مرتبه در یک روز زنگ زده خالم در نقل میکنه که کی آمد و چی خوردیم و چی کار کردیم. ما که اوچم در 5-6 ماه یک بار میبینم. در 3-4 روز یک بار زنگ میزنم چشمش سیخ میزنم. ای خدا که من خلاص میشته باشو. ای خدا اوچه وی اوچه بوده اوچه من نی. تا وقتی پدر مادرم زنده تو ایما خلاص نمیشه. فهمیدی؟ من نه فهمیدم که تو اینقدر ایما بیزار بوده. اینجا خانه پدر مادرمه. فهمیدی؟ هر وقتی که خواستم میام و هر وقتی که خواستم میرم. فهمیدی مرا؟ خپا درونت پر بوده کو با میگن که ای دهنش گپ نمیبرویه. میمون لعنت به هم پدر و مادری که تو را به دنیا آورده. ساز گپ زن. آره چی فقط به پدر و مادر من میرسین؟ پدر و مادر من چی گناه داره ها؟ آواسه طرفی من بالا نکن. میمون چی کار کنم؟ زبان تکو ای بخش میکنم میگیرم. فهمیدی؟ کجای تر دیده محقول کرده یکی ما؟ اگر بزیبم باشم خدا به من شوهری میفهمیده که به ایمان داده است. فهمیدی؟ تا آمدن چه زندگی ما نقص میگذره. وقتی که آمدی یک گپ میشوه. تو آمدنی مرا؟ چی گپه؟ او آوازتون به بیرون نمیروه. ای که این تعریفی تون پرسین همین باشه میگتونه. خودش چی گپ کلی؟ ای که این خپاک تو؟ من چشمی دیدن نداشته؟ میگم بیزار کردی. هر روز در همین جایی که وقتی که بیای مورا جنگ میاندازی. اوچه تا وقتی که نمیکنی تو در میخونه من دیگه کنچه من در همین خونه نمیمونم. آرام شو دخترم آرام شو. کلی؟ اونا میشید خواب میکردی. این خمه جکید میرفت. تا که خواب کنم؟ تا که؟ همه وقت پدر و مادر من لعنت میکنند. چه خیلی که پدر و مادرتون برای شما عزیز است برای من هم همین خیلی عزیز است. همیشه کوشش میکند که به زندگی ما ضرر رساند. همین شما چی در داره؟ من نفهمیدم. هیچ سوز نگرفتین یک دیگر خطی.
ها بچم لبابچه جون زنت همه گپ نریزانده نچکانده گفت بچه جون همین خواهرت با خرسندی میبیا خونمو نه که چشمش پر آب با خونش میره همین کاری خوبه ها؟ همش خوب میشه بچه جون بسیار فکر نکنین با فشارتون بالا نشوه اوکی خوب میشوه در پیش همه خودش شری میکند لیکن در درونش دیگه گپ دیگه کار بده تو به گپای همو باور میکنی آخه بچه جون یه بار خطاب فکر کنی تو اومدن خواهر ما همه تینجای همه خوش خرسندانه زندگی رفته است همه وقتی که خواهرم میآید اینم که جنگ داوون و فهمی سر میشه در آخر تسلیم زنت شدی به گپای وی باور میکنی پروای گپای ما را نداری تو به گپای همو باور میکنی او خواهشی جدا زندگی کردن را دارد میخواهد که تنها زندگی کند از ما تو رو جدا کند بچم تو میفهمی امیره فاطمه ما به یک قراری آمدم که باید این خونه کوچ بندیم یک خونه با اجاره میگیریم زندگی علایده میکنیم алоҳида зиндагӣ кунем? умар шумо ҷиддӣ гуфта истодаед? خسته شدم در این خونه دیگر آرامی را نمیبینم من هر روز قریب که عصبی هستی شکایت میکنی خسته میتابی زندگی یگان معنی نداره میدونی من آسوده زندگی کردن میخوام умар осудагӣ дар фирор кардан нест осудагӣ дар сабр кардан аст дар дуо кардан дар хизмати модар будан аст агар имрӯз мо модарро танҳо гузорем муравем фардо ин рӯз ба сари мо меояд фарзандон моро мепартоянд шумо мардҳо падар мешавед шавҳар мешавед лекин фарзанд буданро фаромӯш мекунед ман ҳама вақт бо туям умар лекин на дар фирор кардан балки дар бари модар будан اوچه من زنم رو سنجیدم فاطمه مقصدی بد نداره او شما را دوست میداره مقصدی ما را جدا کرده نداره او میخواهد که ما یک جای باشیم یک جای زندگی کنیم یک عائله با محبت نه با شکایت اوچه جان ما میخواهیم که با دعای شما زندگی کنیم نه با گیله اوچه جان یک جویه هر باری که خواهرت میبیاید زن تماما دیگر خیل میشود نه آمده در پیشش میشینه نه گپ میزند اوچه یک مطل است که میگم تو شمال نشوه برگ درخت نمیجنبه شاید یکم نفهمی بایشون باشد اوچه جان زنم رو من انتخاب کردم شما رو خداوند برای من انتخاب کرده است من هر دو رو میخواهم اگر این کار همیشه دوام یابد من یک تا شما رو از دست میدم ما یک عائله موچه جان در یک خانه نه در میدان جنگ من هم میخواهم که همه یک جای زندگی کنیم من نمیخواهم که تو از ما جدا شوی من هیچ وقت شما رو تنها نمیمانم شما دل منی اوچه جان همین که شما آرام باشید خانه آرام است اوچه جان شما فقط به خواهرم فهمانید همین مهمون بری آمده مهمون بری رود التماس شما همه وقت در پهلوی ما باشید اوچه جان دعای نیک کنید نگمانید بر
салом оча. بیا دخترم. ای مایمون حالی هم در خونه ای کو؟ فکر کردم اکام باید فهمیدنش زده ای در دفت میکنه. دخترم دیروز جنگ کردی رفتی. امروز آمدی که خانه ویران برادرت بینی؟ اوف چه؟ ای وقت که همه دختر به همه خانه آمده اکام تماما دیگر خیلی شده. ما فکر میکنم که همش زیر جادوی همین مایمونه. مهینه بس کن جادوگر. اینش بازش کجا پیدا شد؟ من در اینجا جادو نمیبینم، صبر میبینم دخترم. شما دویم پشت کلینتون گرفتین، لیکن یک کجدومی تگی بوریا هیچ آدم نمیشه که نشید. یکمانی که خودش یک لطه کرده پرتافتگیه، یکمانی ناموس نداره که پشت خواهرش بخیزه.